بینندگان گرامی، درودهای گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. من کاوان صنیعی از استودیو حزب کمونیست ایران در یکی دیگر از ویژه برنامه‌های مختص به انقلاب سراسری مردم ایران بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امشب را اختصاص دادیم به موضوع زندانیان سیاسی، اعدامی‌ها، شکنجه‌های در زندان و مرگ‌های مشکوک بعد از آزادی، همچنین تجاوز به زنان و دختران زندانی. لذا در این برنامه از دو تن از رفقای عزیز دعوت نمودیم تا در این برنامه ما را همراهی فرمایند. رفقای عزیز ما رفیق اوریا احمدی و رفیق اسرین قادری هستند، اعضای کمیته مرکزی کمله از کشور آلمان. رفقا، درودهای گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. رفیقان، منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین کاکوری عزیز. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و رفیق اسرین. خسته نباشید. زنده باشید. من هم خیر مقدم میگم حضورتون رو در این برنامه. پس میریم سر اصل موضوع، چون موضوع همون گونه که اطلاع دارید در طی یک هفته گذشته هم گزارش‌های متعددی در مورد آمار کشته‌های انقلاب سراسری مردم ایران ارائه شده که چیزی بالغ بر 516 نفر تا کنون اعلام شده از طریق خبرگزاری هرانا و چیزی حدود 21 تا 22 هزار نفر هم بازداشتی داریم که عموماً اونایی که ثبت شده و مشخصات اسمیشون در اومده میگن چیزی حدود 4000 تا 4500 نفره. مابقی هنوز هیچ اطلاعی در مورد وضعیتشون در دست نیست متاسفانه. اما آمارای وحشتناکی هم در طی این مدت داشتیم از زندانیانی که به شدت شکنجه شدن، بعد از آزادی دچار مرگ‌های مشکوک شدن. لذا از تمامی رفقای عزیز خواهشمندیم اگر اطلاعاتی دارن از بینندگان عزیز، خانواده جانباختگان، خانواده زندانیان سیاسی و همچنین اونایی که زخمی دارن در منزل، اطلاعاتشون رو برای ما بفرستن. ما این اطلاعات رو جمع آوری میکنیم، نیاز داریم و اون گونه که رژیم تبلیغ میکنه که نباید اطلاع رسانی بشه، رژیم در خفا همه گونه جنایتی انجام میده. لذا اطلاع رسانی بهترین کار ممکن هست که ما بتونیم از طریق مراجع بین‌المللی، مراجع حقوق بشری بتونیم پیگیر این قضیه باشیم و همچنین اونهایی که دستی در این جنایت ها دارن باید در روز خودش حتما محاکمه بشن. پس نیاز به این اطلاعات داریم. خواهشمندیم در این زمینه ما را همراهی فرمایید. لذا هر کدوم از شما رفقا اگه اطلاعات جدیدتری در مورد میزان بازداشتی ها و مرگ و میرها یا همچنین حکمای اعدام جدید دارید، هر کدوم که موافقید میتونید شروع کنید. عزیز شما بفرمایید. کاکوری در خدمتم. رفیق کاوان، همونطوری که خود شما هم اشاره کردین، بیشتر رسانه‌های حتی تا حدودی به حکومت هم نزدیک هستن، آمارهای بیشتر از 20,000 تا 22,000 نفر بازداشتی رو اعلام کردن و آمارهای کشته شدگان رو داریم، آمارهایی که متعلق به افرادی هستند که در زندان در خطر حکم اعدام هستند. اینها بیشتر وضعیت به مراتب نگران کننده تری دارن. هر روز بر تعداد این آمارها متاسفانه بیشتر میشه و البته من باید در اول صحبتام به این اشاره کنم که خصلت و ماهیت حکومت اسلامی همین بوده. خصلت جمهوری اسلامی از همون ابتدایی که بر سر کار اومده با زندان و سرکوب و شکنجه و اعدام بر سر کار اومد، ابزاری که از اولین روز تا همین دقایقی که ما داریم صحبت میکنیم برای جمهوری اسلامی کارا بوده و متاسفانه هزینه‌های زیادی از مردم گرفته سرکوب بوده. ولی خب این سرکوب هم من فکر میکنم باید به دو بخش تقسیمش کرد. بخش اول که به قبل از انقلاب ژینا و بعد از انقلاب ژینا، سرکوب ها در
قبل از این انقلاب به شکل دیگه‌ای بودن و الان به شکل دیگه‌ای هست. منظورم اینه که اون ترس، اون وحشتی که حکومت اسلامی میخواسته که در جامعه و در بین مردم پخش کنه، به نظرم تا حدود زیادی در بین مردم کم شده. با توجه به این شجاعتی که ما از جوانان می‌بینیم، از مردم می‌بینیم که در کف خیابان‌ها حضور دارن، این به معنی اینه که اون ترس و اون وحشتی که حکومت اسلامی سالها به دنبالش بوده به نوعی به عقب رانده شده و فکر میکنم این ابزار، این تنها ابزاری که حکومت اسلامی در دستش بوده نمیتونه تا آخر کارا باشه. سپاسگزارم رفیق اسرین. البته نسل جدیدی که اومدن، ما در کشورهای دیگه هم همین نسل رو داریم. مثلا در فرانسه موقعی که دانش آموزا اعتراض کردن، پلیس فرانسه هم نتونست باشون مقابله کنه. یعنی نسل جدید قبول نمیکنه. هرچند به گفته‌های دقیق و صریح شما رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای سر کار اومدنش، یعنی با اون اعدام‌های وحشتناکی که در دهه 60 انجام داد، هدفش همین بود که هیچ وقت تجربه‌ای که دوره پهلوی تکرار شد و مردم به صحنه اومدن اعتراض کردن برای خودش پیش نیاد. از روز اول برنامه ریزی کرده بود برای این قضیه، از اعدام‌هایی که پشت مدرسه رفاه انجام داد، تیربارانایی که کرد و موج‌های گسترده‌ای از اعدام که گورستان‌های بی‌نام و نشان زیادی در سراسر ایران را از خودش در جای گذاشته. رفیق وریای نازنین، شما چی در تکمیل صحبت‌های رفیق اسرین اگه حرفی دارید میتونید اضافه کنید؟ ببینید، من حرف زیادی از نظر اطلاعاتی ندارم. فقط چیزی که میتونم عرض بکنم اینه که دوران جمهوری اسلامی به هیچ آمار و ارقامی نمیشه واقعا استناد کرد. یعنی هیچ آماری که این رژیم تا الان توی فاصله 43 سال به مردم داده است یا اصلا اینجوری نبوده و یا از بیخ خیلیش غلط بوده و یا بالاخره به نفع خودش تمومش کرده. این در این رابطه که جمهوری اسلامی آمار زیادی خودش نداده، این آمار هم همینجوری جمع شده. ولی خب یه چیزی است که مجامع بین المللی واقعا بهش استناد میکنن. من فقط خواستم یعنی از اونجایی که آمار و ارقام دقیق اصلا مجاز نیست توی این مملکت جمع بشه، بنابراین به زمینه هایی که این وحشت رو یا این حکومت رو تا الان نگه داشته و یا تونسته نگه بداره، اینا مثلا مهمه بهش اشاره کرد که اسرین هم بهش اشاره کرد. فقط من میخوام این فرق رو بذارم بین دورانی که جمهوری اسلامی اومد و وحشت را انداخت و تونست سوار انقلاب بشه و امروز. اون دوران زمینه وحشتی که جمهوری اسلامی برپا کرد خیلی فرق میکرد با امروز. مثلا توی دورانی بود که اولا مردم واقعا تجارب زیادی از جمله بخصوص تو ایران نداشتن سر این که خب یه حکومتی رو ورمیداری بالاخره به فکر پشت سرش هم باید باشی که کی بیاد کی نیاد. یکی این که یکی خود جمهوری اسلامی وقتی اومد خودش واقعا جمهوری اسلامی اون موقع قوی نبود. یعنی جمهوری اسلامی جنگ ایران و عراق قویش کرد. جنگ ایران و عراق رو راه انداختند و تونستن از طریق اون جنگ تمام چیزایی که یعنی اهداف خشونت و ترس و وحشتی که میخواستن به دل مردم بیندازن و از این طریق حاکمیت خودشونو به درازا بکشن، این رو اجرا کردن. و این جنگ خودشون هم میگن جنگ نعمت بود براشون، واقعا برای اونا نعمت بود. در نتیجه زمینه‌ای که اون موقع اینا برای فعالیت خودشون داشتن، میدان مانوری که داشتن، پشتیبانی جهانی که داشتن اون موقع، با تمام مخالفتایی که موجود بود، اصلا قابل مقایسه نیست با امروز. امروز مثلا اینا پشتیبانان جهانیشون کمتر شدن یا حداقل به شکل جدی یا خیلی هاشون روشون نمیشه که مثل پشتیبان جهانی، پشتیبان حکومت ایران خودشون نشون بدن. مردم خیلی یعنی به شکل بسیار آگاه و روشنی در مقابل این رژیم ایستاده‌اند، یعنی که نظر داشته باشند.
بلکه عملا ایستادن. الان دارن قربانی میدن و این قربانی رو دارن یعنی یه جوری روش حساب میکنن که این قربانی رو بدن. در نتیجه این درگیری و جنگ آگاهانه‌ای که بین مردم و این رژیم شروع شده بسیار بسیار فرق میکنه با گرد و خاکی که سال 57 تا 59 60 62 اون موقع از نظر سیاسی از خیلی از زوایا فرق میکرد، چون که وضعیت جهانی اون موقع حتی من عرض بکنم کارخانه هایی که اسلحه میفروختند و از این طریق میتوانستن خیلی از کارهای سیاسی رو سازمان بدن، خب الان فرق میکنه، مثل اون دوران نیست. اینه که جمهوری اسلامی الان با جنایتش تنها مونده، تقریبا تنها مونده. این فرقش که امروز داره با اون موقع، به اضافه این که این رژیم میدان مانورش کم شده و جنبه خشونتش فقط یعنی تنها راهی است که الان میتونه دربر بگیره و تونسته دربر بگیره که به نظر من تعداد کشته و زخمی و زندانی و اینا خب به نسبت مثلا دوران 67 و 63 شاید همین قدر باشه، یعنی اون موقع هم زیاد بودن. فرقی که الان داره اینه که این توازن قوا یه جوری عوض شده که این جمهوری اسلامی داره روز به روز ضعیفتر میشه و حتی مردم اگه با 20,000 اسیر با 20,000 اسیر تو زندانا ولی احساس قدرت بیشتری میکنن تا حکومتی که تا دندان مسلح 20,000 اسیر گرفته روزانه داره میکشه ولی ناامیده. سپاسگزارم. مردم چیزی برای از دست دادن ندارن واقعا، یعنی زندگی عموم وقتی نگاه میکنید نرخ دلاری که هیچ کنترلی روش نیست، بهره بانکی رو که مدام یا بالا میبرن یا صندوق ذخایر فرنگیان، صندوق ذخایر تامین اجتماعی و مابقی صندوق ها، پول بی پشتوانه‌ای که مدام دارن چاپ میکنن، رشد فزاینده نقدینگی، بیکاری مفرط و ناامیدی، سرخوردگی، نبود هیچ گونه آزادی در سطح جامعه، همه اینها کاری کرده واقعا هیچ راهکاری ندارن. یعنی رژیم هم عموما مثل یک مریضی شده که 100 تا درد داره، 100 جا شکسته، میبریش پیش یه جراحی، نمیتونه جراح به هیچ کجاش دست بزنه. یعنی مشکل ساختاریش اینه، همش در هم تنیده، از بحرانهای مختلفی داره که در هم تنیده شده و هر کجاشو دست بزنه بحران دیگه خلق میکنه. لذا تنها چاره برای ملت این مونده که کل این سیستم رو برداره و یه سیستم جدید جاش بذاره. اینه که حاضرن بها بدن و بهای سنگینی هم تا الان پرداخت کردن، اما ناامید نشدن. اون چیزی که مشخصه این جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه داره و این مایه فخر و مباهات همه زنان و دختران شجاع ایرانی و همه مردان بزرگ ایرانی است. میرم سراغ شما رفیق اسرین. در طی روزهای گذشته ما گزارشی از فاطمه داوند، زندانی سیاسی سابق در زندان ارومیه داشتیم. گزارش مفصلی است، نمیدونم آیا دیدید، گوش دادید یا نه، در مورد تجاوز در زندان ارومیه به عموما دختران کردی که از منطقه مهاباد و پیرانشهر یا بوکان بازداشت شدن. از 8 نفر به خصوص نام میبره. پیش از فاطمه داوند هم CNN هم یه گزارش در این خصوص پخش کرد و حتی از تجاوز به پسران نوجوان صحبت کرد. نمیدونم شما اینا رو دیدید یا در جریانش هستید. میخوام این رو بپرسم، رژیم چه چیزی رو میخواد ثابت کنه؟ چون در یکی از این گزارش ها عنوان شده که مأمورین امنیتی گفتن ما نیاز جنسی یا برای رفع نیاز جنسی این کار رو نمی کنیم، ما هدف دیگه ای داریم از این قضیه. هدف رژیم از انتخاب کردن بعضی از این دخترها، حتی بعضیشون 14 سال 17 سال اینا بوده، برای تجاوز چیه؟ بله رفیق کاوان، من اول صحبت هم اشاره کردم که این سیستمیه که خشونت تولیدگر خشونته و طبق اون سیستمی که توی جمهوری اسلامی هستش، اون قدرتی که توی سیستم جمهوری اسلامی طراحی شده، خب به نسبت اون هم در زندان ها ما دقیقاً همون سیستم رو شاهد هستیم. به مراتب برای زنان اونجا
وضعیت اسفناکتر میتونه باشه. توی جامعه‌ای که فرهنگ مرد سالار پدر سالاره، توی جامعه‌ای که قوانین بر ضد زنه، تمامی ارکان حکومت بر علیه زن هستش. خب اینا هم در زندان هم صدق میکنه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی همونطوری که رفیق بوریا هم اشاره کرد در سالهای 60 شاید قدرت رسانه‌ای که الان هستش، اون سطح ارتباطاتی که الان هستش، اون گلوبالیزاسیونی که الان هستش در اون سطح نبود. سالهای 60 نمیشد خبری رو رسانه‌ای کرد، مگه بعدها مثلا من سالهای اخیر یکی از خاطرات زنان زندانی رو خوندم که تعریف میکرد که در دهه 60 چگونه بهش تجاوز کردن، همبندیاش چگونه بهش تجاوز کردن. سالها بعدش تونستن اون درد و رنجی که در زندان کشیده بودن رو دوباره بازگو کنن برای مردم. و الان هم جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از زنان میدونه که زنان در سطح وسیع و قدرتمندتری ظاهر شدن. همیشه اون ترسی که جمهوری اسلامی داشته نسبت به زنان این بوده که همیشه تلاشش این بوده که زنان رو خونه نشین کنه، در کنج آشپزخونه ها نگه داره، حتی اگرم میذاشت که به نوعی وارد بازار کار بشن یا وارد دانشگاه اینا بشن، همیشه قوانینی براشون طراحی میکرد. ولی الان میبینه نه، زنان تمکین نکردن به هیچ کدوم از اون قوانین، به هیچ کدوم از اون سیاست‌هایی که براشون طراحی کرده بودن سرخم نکردن. خب برای همین الان ممکنه این سیاست تجاوز به زندانیان رو دوباره از سر بگیره، حتی شاید به شکل بارزتری و حتی در قالب رسانه به نوعی ترس و وحشت رو در بین مردم. من مثلا شنیدم در بین دوستام که میگن خانواده هامون نمیذارن که الان بریم دانشگاه یا بریم بیرون، اینقدر ترس و وحشت تو دلشون افتاده که نکنه در اعتراضات شرکت کنن، به زندان بیفتن، در بازداشتگاه ها بهشون تجاوز کنن. این ترس ها رو میخوان که در بین مردم رواج بدن. ولی من فکر میکنم در این رابطه هم حتی جمهوری اسلامی شکست خورده. یعنی دیگه الان دخترها خودشون تصمیم میگیرن برای شرکت در اعتراضات. حتی این ترسی که این وحشتی که در بین مردم به وجود آورده بودن که دخترها اگه برن زندان حتما بهشون تجاوز میشه، حتما به اصطلاح باکرگیرشون رو از دست میدن، و این تابویی که در جامعه بود که بعد اون دخترها پذیرش نشن بین خانواده هاشون. خب اینا من فکر میکنم به نوعی در بین مردم به نوعی شکسته شده و اون ترس و وحشت قبل رو ما الان شاهد نیستیم. و متاسفانه من میگم در بین ملیت ها مثلا ما میبینیم که زینب جلالیان که کرد هستش سالها بدون حتی یک روز مرخصی توی زندان هستش. یعنی این ستم هایی که من میگم در بیرون جامعه بر چه از لحاظ جنسیت، از لحاظ ملیت بر افراد جامعه هستش، در خود زندان هم دقیقاً این ستم ها دوباره تکرار میشه اونجا هم. خانم قادری به نکته اشاره کردید، میخوام همین رو ازتون بپرسم. در اون گزارش خانم فاطمه داوند هم همین مسئله عنوان میشه، در گزارش BBC هم همین قضیه دوباره عنوان میشه که بیشترین میزان از تجاوز در حق زنان و دختران در مناطق کرنشین انجام شده و مخصوصا زندان ارومیه. هدف رژیم چیه؟ یعنی میخواد چیو بشکنه؟ میخواد اراده دختران کرد رو بشکنه؟ ما دیدیم نسبت به جنبش‌های قبلی چه 96 چه 98 و یا گذشته جنبش‌های دانشجویی، هیچ وقت ما چنین حضور گسترده‌ای از زنان و دختران جوان و نوجوان، حتی دخترانی که در مدرسه ابتدایی هستند، در جریان این خیزش ها نداشتیم. اما الان حاضرن با تمام این وحشتی که شما ازش نام بردید، با تمام این فضای خفقان و اذیت و آزاری که رژیم در واقع اجبار کرده بله بر سرشون، ما میبینیم که باز هم ادامه میدن به این راه. یعنی حاضرن باهاشو بپردازن و نمونهش مثلا همین 2-3 روز گذشته به گرد قلندری، یه دختری که در شهر تهران زندگی میکرده بازداشت میشه، مهابادی در اصل،
بیشتر اونایی هم که کشته شدن زیر شکنجه عموما باز هم کردهایی هستن که مثلا ساکن شهرهای دیگه هم. دقیقاً میدونه رفته سراغ چه کسایی کیا رو گرفته. یا گزارشی امروز ما داشتیم در مورد دختر دیگه ای که جدیداً منتشر شده، بهار خورشیدی، 22 ساله، دختری که ساکن رباط کریم بوده. این رو به همراه مادر و خواهرش میگیرن و حالا مردمی که اونجا در تظاهرات حضور دارن کمکشون میکنن، بهار فرار میکنه و تاکسی میگیره میره خونه، اما ماموران بعد 2 ساعت تعقیبش میکنن، خونش رو پیدا میکنن و زمانی که میخوان بازداشتش کنن چون جیغ و داد میکنه فریاد کمک میده، مردم به خاطر اینکه جمع نشن و ماموران به خاطر اینکه کسی اونجا نیاد و فیلمی عکسی چیزی از صحنه ثبت نکنن، بلافاصله از آپارتمانی که اونجا ساکنه میندازنش پایین میکشنش به همین راحتی و خانواده‌اش هم تهدید میکنن که نباید هیچ جای رسانه‌ای بشه. شما چه پیامی دارید برای این خانواده ها؟ چرا نباید رسانه‌ای بشه؟ چرا نباید گفته بشه؟ چرا نباید این جنایت ها آنچنان که هست واقعا برای عموم دنیا باید منتشر بشه؟ بله، شما به نکته خیلی مهم اشاره کردین. من هم فکر میکنم تمامی اون خانواده هایی که بچه هاشون کسایی که در نزدیکشون زندانی میشن، به نظر من اولین کاری که در قدم اول باید بشه رسانه‌ای کردنش هست. یعنی این اتفاقی برای محسن شکاری افتاد، من فکر میکنم همین سکوت رسانه‌ای بودنش بود که در خفا جمهوری اسلامی دست به همچین جنایتی زد. اگر هرچند که شاید جامعه بین الملل به اصطلاح دولت‌های اروپایی در اون سطح حمایت نکنن، ولی خب افکار عمومی انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب خب میتونه به نظرم کارساز باشه، همین که به گوش تمام دنیا میرسه. الان ما میدونیم که انقلاب ژینا تمام دنیا ازش باخبر شدن، حتی کشورهایی که توی آفریقا هستن ما شاید اسمهاشون رو نشنیدیم، شهرهایی که اونجا هستن دارن حمایت میکنن از مردم و زنان ایران. به نظر من این در بطن خودش از لحاظ معنوی میتونه خیلی خوب عمل کنه و جمهوری اسلامی عملا نمیتونه دست به اقدامات وحشیانه تری بزنه. بسیار سپاسگزارم. میام سراغ شما رفیق قلی عزیز. اگه دقت کرده باشید و آمار و گزارشاتی که در مورد این بازداشتی ها بیرون اومده دنبال کرده باشید، به یک سری نکات احتمالاً رسیدید. عموماً کسایی که شخصیت های اینستاگرامی بودن، بلاگر بودن، اینفلوئنسر بودن، یا شخصیت های بسیاری از جوانایی که گرفتن قهرمانای ورزشی هستن اینا، و زمانی هم که محاکمه میکنن مثل محمد مهدی کرمی اهل بیجار و جوان ورزشکاره، حتی هیچی اجازه ندادن که این جوان وکیل خودشو بگیره، وکیل شخصی داشته باشه، به وکیل تسخیریش هم اجازه ندادن که در طول اعاده دادرسی به پرونده موکلش دسترسی پیدا کنه، یعنی مراحلش رو دقیقاً بدون طی کنه. انگار که به قول نوید افکاری واقعا دنبال گردنی میگردن برای طناب دارشون، یعنی میخوان به زور اعدام بکنن، به زور میخوان وحشت راه بندازن. یا جوانای دیگه ای که در این مدت ما گزارش‌های متعددی ازشون داشتیم، شما چی فکر میکنین رفیق بریا؟ برای چی عموما رفته سراغ همچین شخصیت‌هایی؟ من قبل از اینکه به این شخصیت‌ها اشاره بکنم، دوست دارم چند کلمه عرض بکنم در مورد اون موضوعاتی که رفیق قصرین هم صحبت کرد در موردش. اونم اینه که خب چرا اینا مثلا به انسان‌ها تجاوز میکنن؟ این سابقه تاریخی داره، راستش به جمهوری اسلامی هم صرفا مربوط نمیشه. جمهوری اسلامی از اونجایی که یک جمهوری اسلامی هست، خب اینا تاریخ 1400 ساله ای رو در این رابطه دارن. اصلا خود اسلام با چنین چیزایی از همون اوایل هم شروع کرد. وقتی جنازه مردها جایی رو تسخیر میکردن، جنازه مردها رو جمع میکردن واقعا توی خون و توی از میان جنازه مردان و شاید بهتر بگم از میان جنازه برادر و شوهر و پدر، دختر و زن رو می بردند
و همونجا بهش تجاوز میکردن. اون موقع چیز علنی بود. توی جنگنامه‌های خودشون این هست. من حرفی نمیزنم که خودشون نزده باشن. یعنی از همون اوایل من اینا خیلی قابل اسناد هستن، اسناد اینا هستن که مثلا حتی خیلی تعریف میکنن. همین الان آخوندهای کله گنده اینا تعریف میکنن، میگن مثلا فلان زن فلان عشیره رو بردن چون توی از میان خون زن و پدر و برادرش بردنش و مثلا پیغمبر رفت محرم و نمیدونم چیکار و این کارو کرد با اینا. یعنی این ولی دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که اینا توی این دنیای مدرن فکر میکنن مثل 1400 سال پیش واقعا میتونن اکسیستیرن بکنن، یا میتونن مثلا به همون اندازه و از همون روشایی که داشتن استفاده بکنن برای اینکه حاکمیت خودشون رو ادامه بدن. خب این تا حدودی هم اینجوری بوده تا اونجایی که به وحشت و ترس انجام میده، خود نهایتش رو به راستی به نمایش گذاشتن. در نتیجه اینا خب سوال اینه که به کسانی که اسیر هستن دست اینها هستن چه جوری برخورد میکنن؟ ما تو خیابونا میبینیم وقتی مثلا تو خیابان چه جوری با مردم رفتار میکنن، خب معلومه تو زندان چه جوری رفتار میکنن. حکومتی که مثلا از پشت بام مثل جریمه، مثل حکم اعدام مردم رو پایین میندازه، حکومتی که تناب دار تو خیابان تو ملأ عام میذاره و جوانا رو حلق‌آویز میکنه، حکومتی که برای حلق‌آویز کردن جوانان مملکتش مردم رو تماشاچی دعوت میکنه و براشون پول میده، بهشون پول میده و ازشون میخواد براش کف بزنن. خب این حکومت این کارا رو میکنه. یعنی ولی این اثباتا اینجوری است که از سر قدرت نیست، این از سر رذالت و ناتوانی و از سر ضلالت هست. اینو خودشون واقعا میدونن. مثلا چرا به دختران کرد بیشتر تجاوز میکنن؟ برای اینکه دختران کرد از همون لحظه اول اینا رو شناختن و حتی با اسلحه در مقابلشون ایستادن. دختران کرد از همون لحظه تاریخ اسلام رو قشنگ شناخته بودن و میدونستن اگر اینا بیان یک وحشت، یک دنیای بربریت رو با خودشون میارن و همینجوری شد و خیلی از دختران کرد اینا ایستادن، مبارزه کردن و حتی تو جنگ هم کشته شدن. دختران کرد همون دخترانی هستن که اینا رو اسیر میکردن و وقتی که من شاهدم، خودم شاهد عینی هستم، مثلا تو اوارسمایی ما یه اسیر داشتیم، اینا به دختران ما فوش میدادن، فوش بدویرا میگفتن، به خود من به صورت من چند دفعه توف انداخت. یه اسیر من بود ولی من هیچ وقتی کرامت اون رو نشکستم. من تو اون لحظات فقط بهش میگفتن که شما کرامت انسانی دارید و ما از اون کرامت شما حفاظت میکنیم. شما درست اجازه ندارید به من توف بیندازید، ولی وقتی این کار رو میکنید من در مقابل شما توف نمیندازم. شما کرامت دارید، شما انسان هستید. باور کنید خیلی از هواداران کومله از همینا شدن، یعنی همینا بودن که با اون حرارت می اومدن که مثلا به صورت ما توف بیندازن، ولی وقتی می دیدن که ما بابا دنیای ما چجوری و دنیای اونا چجوری هستن، خیلی هاشون نظرشون عوض می شد. یعنی این بربریتی که اینا دارن، خب تو کردستان پوزشون به خاک مالیده شده. اینا توی این انقلاب هم همین الان هم خود شما و هم اسیرم گفتن که زن زندگی آزادی دوباره از کردستان بلند شده. این سر این مار از نظر اونا تو کردستانه و فکر میکنن تو کردستان هر چقدر بیشتر بزنن فکر میکنن مثلا یه دردی رو از خودشون دوا کردن، از خودشون. من فکر میکنم اینا جنون سیاسی دارن، اینا مریضن، اینا توی هیچ قالب انسانی نمی گنجن. در نتیجه هر کاریم که میکنن خب مردم اون کسانی که اسیر دستشون هستن خب معلوم خیلی رنج میبرن، ولی باور بکنید اینا از این طریق حکم، یعنی
عمر حکومتی خودشون رو حتی کمتر میکنن. من به این باور دارم که این جنایت ها یعنی عمر اونا رو طولانی نمیکنه. در مورد شخصیت ها خب معلومه که شخصیت ها، ورزشکار، مطبوعات، اونایی که بالاخره یه جای یه جوری دستشون به مردم میرسه، برای اونا مهم مثل کلیدن، کلید یه چیزی هستن و میخوان این کلیدا رو یا مثل یه چراغی هستن، میخوان این چراغا رو خاموش بکنن. به همین دلیله که ورزشکار و کسانی که بالاخره یه جوری تاثیر دارن یا به مردم به حرفشون گوش میکنه، خیلی زودتر اینا میخوان از این وسط ورشون دارن. در نتیجه بعضم اینا میز از سر استیصال هست، یعنی یه دونه ورزشکار که یه حرفی رو زده، خب اونا با مرگ داره روبرو میشه. این نشون میده که این حاکمیت هیچ راه دیگری رو فعلا نداره به غیر از زور، و زورش هم تازه اینجوری به نمایش میذاره که هر روز تو سطح جهان منفورتر میشه، حتی خودشون هم روشون نمیشه. از شما توجه بکنید به برنامه‌های تلویزیونی خودشون، هر کدومشون یه چیزی میگن، یکی میگه این بده، یکی میگه نکنیم، یکی میگه نه بیشتر بکنیم. یعنی تو خودشون مثلا حتی یک دست نیستن تو این رابطه ها، ولی اون بخش اصلی حکومتی خیلی یک دست برای انجام این کار. و به نظر من هر کاری که دارن میکنن مثل اینه که یه پتکی به سر خودشون هم بزنن. سپاسگزارم. میام سراغ شما رفیق اسرین. موضوع دیگه ای که در گزارش فاطمه داون اومده اشاره به بی اخلاقی مسئولین زندان، نه تنها برای بازداشتی های این اعتراضات اخیر، بلکه حتی برای زندانی های قبلی هم، اونایی که پیشتر در زندان بودن. مثلا اسم خانومی رو میاره که محکوم به اعدام به خاطر قتل عمد، اما این خانومی که بچه هم داره و از حق دیدن بچه هاش هم محروم شده، هر بار که بخواد با فرزندانش ملاقات بکنه برای چند روز مرخصی باید تنش رو اجاره بده به این مسئولین زندان. واقعا این همه بی اخلاقی آیا جای دیگه ای هم هست یا نه؟ ما عموما تو جمهوری اسلامی میبینیم چگونه است که این همه مسئول، این همه مأمور، یکی از یکی بی اخلاق‌تر، یکی از یکی وحشی‌تر سر کارن. هدفشون چیه؟ واقعا خسته نمیشن یه جا؟ نمیترسن؟ مگه خودشون خانواده ندارن؟ مگه خودشون زن و بچه ندارن؟ از این حس انتقام مردمی نمیترسن؟ ما همین شب گذشته یکی از فرماندهان سپاه پاسداران مسئول یکی از قرارگاه بسیج تهران دستش تو خیلی از جنایت ها بوده در قتل عام بچهای تهران، دم در خونش کشتنش با 4 تا گلوله. از این نمیترسن؟ بارها این صحنه ها رو دیدن، برای چی دوباره تکرارش میکنن؟ همین امروز دوباره اطلاعات سپاه تو میدان کارگر زاهدان با اتومبیل کارگرها رو زیر گرفته. یعنی چنین توحشی واقعا هیچ جا مثال زدنی نیست. من یا لااقل من یادم نیست یا بعد اینایی که بازم زخمی شدن همونا رو با همون حال به جای اینکه بیمارستان ببره میبره بازداشتگاه اطلاعات. واقعا هدف چیه؟ این همه وحشیگری از کجا میاد؟ چرا نمیترسن از انعکاس واقعیت اعمال کثیفی که دارن انجام میدن؟ بله رفیقان، خب هویت هر حکومت دیکتاتور، هر حکومت وحشی مثل جمهوری اسلامی همینه. ولی خب قوانین جمهوری اسلامی همیشه تبصره هایی داره برای در باز شدن از یک قوانینی که حتی خودش هم گذاشته پیروی نمی‌کنن از اون قوانینی که حتی خودش چیز میکنه. یعنی منظورم اینه که حتی تبصره هایی گذاشتن برای اینکه اگر فلان مجری قانون اگر یک جایی خطایی مرتکب شد از اون تبصره بتونه استفاده کنه و خودش رو بری کنه از اون جرمی که انجام داده. ولی قضیه افرادی که در شکنجهگاه ها هستن، در زندان ها هستن، مسئولین حتی زندان ها هستن، اینا قضیهشون خیلی فرق میکنه. این افراد من فکر میکنم همونطوری که رفیق قوری هم اشاره کرد جنون دارن. اینا افراد سالمی نیستن که در اونجا مشغول به جنایت هستن. هیچ افراد سالمی نمیتونه در کشتارگاه جمهوری اسلامی، در شکنجهگاه های جمهوری اسلامی حتی برای 1 ثانیه بتونه دوام بیاره.
پس مطمئنا این افراد از لحاظ روانی، از لحاظ روحی روانی هیچ از سلامت کاملی برخوردار نیستن. من اینطور فکر میکنم و طبیعتا برای اونا مسئله اصلا مسئله اخلاقی نیست. اونا اگر میان به یک دختری تجاوز میکنن بر این عقیده هستن که اونا کار درستی کردن، در راه خدا این کار رو انجام دادن، چون اون دختر باکره است و اگه دختر باکره به کشته بشه به بهشت نمیره. از دیدگاه اونا این موضوعه. همین هفته پیش بود خانم قادری که یه نماینده مجلس رسما اعلام کرد، گفت ما برای لذت جنسی این کار نمی کنیم، اما برای گرفتن اعتراف اجباری چرا؟ دقیقاً همین اعمالی که داعش اونا داشتن از داعش چیز میکردن، صحبت میکردن که چقدر وحشیانه دخترای شنگال رو اسیر کرده، ولی الان حکومت جمهوری اسلامی خودش دقیقاً همون داعشه. و من فکر میکنم اصلا موضوع اخلاق نیست برای اونا. موضوع اینه که هم از لحاظ روانی در سلامت نیستن اون افرادی که در خود شکنجهگاه‌های جمهوری اسلامی هستن، و اینکه موضوعی که مهمه براشون همینه که گفتم، اونا میخوان که دخترای باکره به بهشت نرن و برای اعترافات اجباری، برای ضعف چشم گرفتن، برای اون رعب و وحشتی که در موردش صحبت شد میخوان این کار رو انجام بدن. ولی من فکر میکنم هر نفری که تجربه یک روز بازداشت رو داشته باشه، هر نفری که تجربه یک روز زندان رو داشته باشه، خب انعکاس دهنده تمام اون اتفاقاتی که بر روی خودش، بر روی همبندی‌هاش انجام شده میشه. یعنی اون صحبتایی که سپیده قلیان بعد آزادیش انجام داد، تک تک اون زندانی‌هایی که آتنا دائمی چقدر سالها تجربه توی زندان رو داشتن، صحبت از جنایت‌های جمهوری اسلامی میکنن. و به نظر من هرچه که بیشتر رو به جلو میریم، نه سرکوب جمهوری اسلامی، نه شکنجش، نه اعدامش، نه کشتارش، چرا به کشتار مثلا خیابونی خودش به نوعی فعلا چیز کرده، به عقب رفته. خب فهمید که این نوع کشتن، این نوع کشتار فعلا به ضرر جمهوری اسلامیه و به شکل‌ها و شیوه‌های دیگه، مثلا بعد آزادی زندانیان می‌بینی که یهو می‌بینی فرد زندانی میگن که سکته کرده. خب مگه جوان 20 ساله 25 ساله چه دردی داشته که سکته کنه؟ معلومه که جمهوری اسلامی به شیوه‌های دیگه داره این کار رو انجام میده، به شکل علنی که در خیابان گلوله، هرچند که این کار رو هم کرده، ولی فعلا شاید به طور مقطعی بخواد از شیوه‌های دیگه برای کشتن جوانان رو بیاره و متاسفانه این کار رو کرده. ولی خب گفتم اون جسارتی که در مردم ما میبینیم خوشبختانه به نوعی به اینها هم میشه گفت که عقب نشینی خواهد کرد. اتفاقا خانم قادری، ترانه علی دوستی امروز قرار وثیقش موافقت شده که آزاد بشه، اما در آخرین حرفی که زده از زندان همین نکته رو عنوان کرده، گفته که من حس نمی کنم که تو زندانم. اینقدر آدمایی که اینجا هستن با معلومات، فهمیده، با اخلاق، آدمای سیاسی، این حرف خودشه، یعنی میگه از بهترین افراد جامعه اینجا هستن، اینجا دانشگاه است نه زندان. ولی بحث من اینه که رژیم همه اینا رو میدونه، اون مأموری هم که میاد این جنایت رو میکنه بازم اینو میدونه، آگاهانه داره این کارو میکنه، ولی چرا از عواقبش نمیترسه؟ دیده ها خیلی جاها مثلا مردم اومدن انتقام گرفتن، بالاخره هر فردی رو که داره بهش تجاوز میکنه، شکنجهش میکنه، خانواده داره، طایفه داره، اینا ولکنش که نمیشن، ولکن خانواده‌اش هم نمیشن، بالاخره یه روزی زهرشون رو به این فرد میریزن، اما چرا بازم ادامه میده به این کارش؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی به هر کاری دست میزنه برای ماندگاری قدرتش، حتی اون اختلافاتی که در بین جناح‌های مختلفش بود اونا رو کنار میذاره، برای اون چارچوبی که جمهوری اسلامی داره به هر کاری دست میزنه و حاضر هر کاری هم انجام بده براش. در نتیجه شاید بشه که نیروها رو من فکر میکنم باید نیروها رو از هم تفکیک کرد. خب بالاخره کسانی هستن که به نوعی وابستگی مالی دارن با جمهوری اسلامی. اونا شاید از ترس منابع مالیشون، از ترس
به اصطلاح اون نانی که بر سفره متاسفانه نان شرمساری هم هست بر سر سفره خانواده‌اش میاره، از اون بترسه که نتونه راحت. خانم قادری آخه 2 میلیون تومان گزارش اومده بیرون، اون همه قول و قراری که به مامورینشون دادن، باورت میشه 2 میلیون تومان ریختن رو حسابشون. یعنی واقعا این آدم فکر نمیکنه تو این تورم امروزه خب 2 میلیون تومان کجا رو میگیره؟ رفتی جنایت کردی، بچه مردم رو کشتی، شکنجه دادی، بازداشتش کردی، اذیت و آزارش کردی، خانواده‌اش هم اذیت و آزار دادی، اما برای 2 میلیون تومان مثلا این 2 میلیون تومانی که ریختن رو حسابشون چه دردی ازشون دوا میکنه؟ بحث من اینه که این ذات وحشیگری، این تعلقشون به این رژیم وحشی و جنایتکار از کجا میاد؟ بخش کوچکی از این افراد، من اگه بخوایم مثلا از 100% جامعه ایران بخوایم تقسیم بندی کنیم، خب شاید تنها 5% به این افراد تعلق بگیره این حالت، و اون اکثر افراد جامعه علیه حکومت هستن و هیچ گونه وابستگی حتی مالی هم شاید اگر هم داشته باشن خب بازم علیه جمهوری اسلامی هستن و منتظرن که در روزی که ریزش های جمهوری اسلامی، کسانی که از سران جمهوری اسلامی هستن به نوعی ریزش کنن و اینا هم به مردم بپیوندن. خیلی هم بودن، اکثرا من توی اینستاگرام و دنیای مجازی حتما خود شما هم دیدین که خیلی ها اومدن عذرخواهی کردن، حتی اون شیرینی فروشی که به رئیسی تعارف شیرینی کرده بود 1000 بار از مردم معذرت خواهی کرده که من قصدی نداشتم. یعنی به نوعی اینا خودشون میدونن که عواقب این کارشون به سادگی مردم شاید الان نتونن در اون سطح اون قدرت رو داشته باشن، ولی هیچ وقت فراموش نمیکنن که این جنایت هایی که نسبت به مردم عادی جامعه داشتن. سپاسگزارم. رفیق اوریا، در طی روزهای گذشته ما چندین فرد رو داشتیم، نمونهش دانشجویی بوده اهل یزد که این بنده خدا بعد آزادی میره تو کما، هنوز یعنی شاید 24 ساعت ازش نگذشته از آزادی موقتش، میره تو کما. یا امروز یه گزارش دیگه ای داشتیم از یک فعال کارگری در تهران به نقل از خواهر خودش که از وضعیت بسیار وخیم او داره صحبت میکنه، میگه یک سری داروها به اون خورونده شده تو زندان، وضعیتش هیچی، شکنجه شده به شدت، وضعیت سلامتیش اصلا مناسب نیست و جدیداً هم اتاقایی رو ساختن در بازداشتگاه ها به اسم اتاق مرگ، اینا رو میبرن اونجا شکنجهشون میدن. این داروها چه چیزایی هستن و چه اثرات مخربی دارن؟ بعضیا میگن داروهای روانگردانن، بعضیا میگن مواد مخدرن، اینا رو دچار تغییر و تحولاتی میکنن. چیا هستن که باعث میشه که این فرد میاد بیرون دست به خودکشی بزنه یا بره تو کما؟ من عذر میخوام اگر اجازه داشته باشم 2-3 کلمه رو در مورد اون بحث قبلی بکنم. بعد اونم اول به نظر من جمهوری اسلامی وقتی رفت مثل دوران هیتلر و اینا، تازه ما اون موقع امکان اینو پیدا میکنیم واقعا دستبندی بکنیم و تلاش بکنیم به جهانیان و به خودمون نشون بدیم که این جمهوری اسلامی چه بلاهایی رو یا چه آفاتی بود و چگونه عمل میکرد و چگونه این همه جنایت ها رو تونست سازمان بده. این توی دوران حیات خود جمهوری اسلامی سخته، ولی مطمئنم این کار صورت میگیره. یکی هم اون سوالی که شما داشتید، هم میگید که چرا نمیترسن. من میگم شاید از ترس از آینده شون باشه که همین کارو میکنن. یعنی به نظر من عکسه، اینم از ترس دارن این کارو میکنن. اینم میدونن یک قدم عقب نشینی براشون ممکنه به مرگشون انتها پیدا بکنه. اینا میدونن اینقدر جنایت کرده اند راه برگشتی رو ندارن. خیلی از سیاستمدارا، حاکمان تو دنیا میتونن خودشون اصلاح بکنن، میتونن عذر بخوان، میتونن اشتباه رو بگن یا خیر اصلا میتونن به دادگاهی برن و بعدش هم بالاخره از خودشون دفاع بکنن. اینا اینقدر جنایت کرده اند هیچ راه برو برگشتی رو ندارن. اینا خودشون میدونن. در نتیجه به نظر من مثل سیاست هست که از این روش استفاده میکنن و سیاستشون نهایتاً از ترس و از وحشت
در مورد آینده خودشون سچشون میگیره. به همین دلیله که ادامهش میدن برای اینکه هیچ راه دیگری رو ندارن و واقعا هم ندارن. بالاخره تجربه دیکتاتورهای قبلی رو که دارن، حتما مطالعه کردن تو این زمینه، دیدن که محاکمه شدن. ولی این تجربه هم دارن که ترکان عثمانی 500 سال عمر کردن. خود خامنه ای میگه مثلا میتونه قرنها طول بکشه. خود اسلام 1400 سال داره عمر میکنه. خیلی از دیکتاتورات و خیلی از جاهای دنیا خب عمر طولانی کردن. یعنی اینا به این قانع هستن که میتونن، یا فقط به این شیوه هست که میتونن ادامه بدن. در غیر این صورت اینا بارها و بارها، نه توی این وضعیتی که الان بوده، بلکه سالهای قبل همیشه، حتی خود خلخالی اگه مصاحبهش رو گوش کرده باشید، خیلی سال پیش این مصاحبه رو کرده، میگه ما اگه ورق برگردی هیچ کدوممون نمیتونیم یک لحظه زندگی، همه ما نابود میشیم. و این حرف خلخالی نیست، حرف خمینی بود، حرف خامنه ای هم هست، حرف همشون به نظر من توی این شرایط بیشتر از هر زمان هست. در نتیجه اینا راه برو برگشتی رو ندارن، تلاش میکنن از این طریق، فکر میکنن از این طریق شاید ممکن‌تره براشون، ممکن‌تره، و اینو مطمئن باشید از طریقای دیگری ممکن میبود براشون، اون راه رو میرفتن، این رو نمیرفتن. و اینو به هر حال این بحثی است که میتونه باز بمونه. ولی سر قسم خوردن اینا هم که تو کردستان خیلی هاشون دارن قسم میخورن. امام جمعه هاشون میان دارن به جای قبلا فتوا میدادن توی پرونده سازی شرکت میکردن و توی اعدام ها خدمات میدادن، الان مثل اینکه اینا به آینده خودشون فکر میکنن و به جای اون فتواها دارن ای شهیدان رو میخونن و یا قسم میخورن برای مردم. یا به هر دلیل اینم اون جزء توازن قوا است. اینش هم باید ببینیم، یعنی این بخشیشون اینجوری به فکر آینده خودشونن. یکیش هم در مورد مسئله زندان و شکنجه و عواقب شکنجه هست. یعنی کسی که دارو بهش میدن یا تجاوز جنسی بهش میکنن یا بالاخره شکنجهش میکنن، اذیتش میکنن، اینا خب شخصیت از آدم ها رو له میکنن. اینا از نظر فیزیکی یه تصمیم میگیرن که از نظر فیزیکی کسی رو نکشن، ولی از نظر جسمی، روحی، روانی و به خصوص از نظر اجتماعی این آدم رو بکشن. این شدنی هست توی تمام تاریخ بوده، توی مثلا دوران هیتلر هم یعنی خیلی چیزا بوده. توی شرکت، من اینو عرض بکنم که شرکت هایی هستن و یا کارخانه و داروسازی هایی که در این رابطه تحقیق میکنن، پزشکانی که معمولا توی جهان ما وظیفهشون اینه که به انسان خدمت بکنن، چه در جمهوری اسلامی و چه دوران هیتلر، اینا مثلا عکسش هم دارن میکنن، یعنی خیلی هاشون عکسش هم دارن میکنن. توی پروژه های تحقیقی هستن که مثلا تو دوران هیتلر داروهایی رو مصرف میکردن که از طریق اون داروها میتونستن مثلا اختلالات رفتاری رو یا اینوری یا اونوریش بکنن، یا مثلا حتی از نظر فیزیکی یه سوزنی رو از اینجای مغز انسان میبردن پایین و فکر اندازه‌گیری میکردن، آها بعدش میدیدن مثلا دست راستش فرج میشه، میگفتن آها اون مرکز مال اون قسمته، اون قسمت از اینجا هدایت میشه و اینجوری داشتن روی انسانات تحقیق میکردن. جمهوری اسلامی از نظر من به درازایی 43 سالش این کارو کرده. به همین دلیل من عرض میکنم، میگم بعد از رفتنش ما باید خیلی چیزا رو واقعا روشن بکنیم. اینه که این جنایت ها چه از اون طریق که آدم ها رو میکشن و ارگاناشون رو میفروشن، مثل یک شرکت صادراتی و واردات چیز ازش استفاده میکنن، چه از طریق این که مثلا خدماتی رو ممکنه ارائه بدن به شرکت‌های بزرگ داروسازی و اینا، و واقعا تو میدان زندان میدانی است که هر چیزی رو میشه امتحان کرد، چون طرف آبی که میخوره شما بهش میدید، غذایی که میخوره به شما بهش میدید. یعنی اینجوری نیست که بهش بگی که این دارو رو بهت میدم میخوام ببینم شخصیت چی میشه، میتونی تو غذا بندازی.
در نتیجه اون انسانایی که حتی این اواخری هم میان بیرون و خودکشی میکنن، خیلی بحث روی این هست که آنتی دیپرسیو هم، مثلا انسانایی که خودشون دپرسیون میگیرن با دوز دارو میتونی یک کاری بکنی که خودکشی بکنن. انسانایی که مثلا مریضی دپرسیون دارن، وقتی که در دکترهای انسانی از نظر درمانی کارشون رو شروع میکنن، میگن یکی از خطراتی که الان متوجه این مریض هست این هست که ممکنه خودکشی بکنه. یعنی این چیزی نیست که مثلا همینجوری کسی ندونه، با دارو میتونی هر کاری رو بکنی. در نتیجه اون کسانی که اختلال رفتاری پیدا میکنن، اختلال شخصیتی پیدا میکنن، دپرسیون میگیرن، هزار یک بدبختی دچارشون میشه بعد از زندان، و حتی یک کاری بخیریاشون مثلا 2 روز بعد از اینکه آزاد شدن خودکشی میکنن. یعنی تو زندان لازم نبوده، طرف دیگه لازم نیست خودش اعدام بکنه و یه اعتراض دیگری رو علیه خودشون اینجوری فکر میکنن. در نتیجه زندان، به نظر من زندان ایران میدان تحقیق جنایتکاری و وحشیگری دوران سرمایه امروز هست که به درازای عمر 43 ساله جمهوری اسلامی این بوده. فرقی که کرده است الان بیشتر مطبوعات، بیشتر اخبارشو بیشتر میشنویم، آدم ها بیشتر دارن به هر چیزی حساسیت نشان میدن و مطبوعاتیش میکنن، و وقتی مطبوعاتی میشه خب موضوع میشه، وقتی موضوع میشه آدم ها در موردش حرف میزنن، و به خصوص آدم های متخصص. به نظر من این زندان جمهوری اسلامی بسیار بسیار زیر سوال. خیلی مهمه که اون کمیته های حقیقت یابی که ظاهرا تو این دنیا چیز شده، مثلا انتخاب شدن، این کارا رو میکردن. این کاش میرفتن مثلا تو ایران وضعیت این نه تو خود زندان، اونایی که بعد از زندان آزاد شدنشون وضعیتشون چجوریه از نظر علمی تحقیق میکردن روشون. این انسان‌ها رو میآوردن بیرون تو کشور آزادتری، توی کشوری مثل آلمان و غیره و غیره، توی مؤسسه‌های نیوترالی میذاشتن ببینن چه بلاهایی سرشون اومده. به نظر من اینا مثلا میشه این توقع رو داشت یا این خاص رو داشت از این کمیته های حقیقتیاب. هرچند من میدونم نظر ما همه میدونن که اونا خیلی جدی نیستن، ولی اینا میتونن این کارا رو بکنن. خب رفیق وریا، به عنوان سوال پایانی، البته اگه امکان داره در کمتر از 2 دقیقه یا در همون 2 دقیقه بتونید جواب بدید ممنون میشم. توصیه خانواده هایی که بچه هاشون رو بعد از آزادی از دست دادن اینه که کسایی که فرزندانشون الان در بازداشتگاه ها و زندان های رژیم هستن به محض آزادی موقت حتما اونا رو پیش دکتر ببرن، حتما آزمایش های مختلف ازشون بگیرن. شما چه توصیه‌ای دارید براشون؟ من اینو اتفاقا مثل اول حرفم میخواستم این خواهش رو داشته باشم، این جمع یادداشت کردن یادم رفت. خوب شد که شما اینو گفتید. به نظر من اینو مثل یک وظیفه، واقعا خود خانواده‌ام اگه به فکرشون نرسید، فعالین سیاسی، رفقای این رفقا حتما باید کاری بکنن که اون تو ایران متخصص زیاده، دکترای خیلی زیادی رو داریم، ما میتونن به مردم کمک بکنن. به نظر من این یک وظیفه عاجل و انسانی هست که فقط اینم نیست آزمایش خود میخواد، اینا باید بالاخره تحقیق بشه به سرعت در موردشون، حفاظت بشه ازشون در مرحله اول که بتونن مثلا از طریق آزمایشات پزشکی دکترها خودشون، خب ما دکتر نیستیم اونا بیشتر میدونن، ولی اونا خیالشون راحت باشه که مثلا خطرات جدی تهدیدشون نمیکنه. و بعد تازه بعد از اون اینا همشون تروماتیزی، یعنی تروما گرفتن. هیچ کسی نیست تو زندان بیاد بیرون تروما نداشته باشه، روش باید کار بشه و این کار دکترای خوب هست که از ایران به نظر من خیلی وسیع این دکترها. سپاسگزارم. رفیق قصرین، به عنوان سوال پایانی ممنون میشم اگه کوتاه جواب بدید. این کفالت‌های سیاسی و اطلاع رسانی هایی که عموماً میشه نمایندگان پارلمانی که میان عهدهدار میشن چقدر میتونه موثر باشه در نجات جان این اعدامی ها و بازداشتی ها؟ ببینید رفیق کاوان، به نظر من همونطوری که خود اون افراد سرشناسی که کفالت افراد زندانی رو بر عهده گرفتن گاهن توضیح دادن که این کفالت ها معنوی هستش.
یعنی هیچ بار قانونی نداره که این کفالت ها رو بر عهده گرفتن، ولی خب میتونه صدای اون زندانی که خودش هیچ گونه صدایی نمیتونه داشته باشه حداقل اون صدا رو زنده نگه داره. همین من فکر میکنم کفالت هایی که بر عهده گرفتن این افراد سیاسی چندان نمیتونه مثمر ثمر عمل کنه متاسفانه. اگر میشد من فکر میکنم سران دولت های اروپایی جاهای دیگه باید کار کنن، سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن، سفیرها رو بیرون کنن. کفالت های سیاسی این افراد شاید خودشون ذاتاً انسان های آزادی خواهی باشن و عضو حزبی باشن و در پارلمان باشن و از لحاظ معنوی حمایتی کرده باشن. در این حد، در این سطح میتونه. بسیار سپاسگزارم. رفیق قوریای احمدی عزیز و همچنین رفیق اسرین قادری نازنین، بسیار سپاسگزارم از حضور پربارتون در این برنامه. حتما در برنامه‌های آتی هم بیشتر در مورد این مباحث بحث خواهیم کرد به شکل بسیار ریشه‌ای و بهتری. حتما موضوع بخصوص در مورد وضعیت روحی روانی بازداشتی‌هایی که از زندان زیر شکنجه بودن یا اذیت شدن یا دارو بهشون خورانده شده، حتما باید راجع به این موضوع و مراقبت‌های بعد از آزادی صحبت بشه. بسیار سپاسگزارم از حضور پربارتون تو این برنامه. خیلی ممنون، خسته نباشید. من هم به هر دوی شما خسته نباشید میگم. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار خرسندیم. شب و روزهای بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومندیم. تا دیداری دیگر، بدرود. آوارگی، رنج و درد، سرکوب و ستم و گرسنگی دیگر از تحمل فراتر است. آی هم زنجیران، روز ما فرا رسیده است تا کی دنیای وارونه بر پای نیستد. هنگام رهایی فرا رسیده، جهان باید زیر و زبر گردد. جهان از آن سازندگان آن است. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. نعمات و فراورده های انسانی و هر آنچه منشأ آسایش و شادی است، تا کی در دست سود پرستان و غارتگران؟ دست غارتگران کوتاه تا این همه از آن همگان گردد. می گسلد زنجیرهای بردگان به رهبری حزب کارگران به سوی آزادی، برابری، حکومت کارگری. زنجیر هزاران ساله خواهد گسست. آن روز جشن پردوام کارگران است، روزی که استثمار شدگان رهبری جهان را در دست گیرند. آفتاب جاودانه خواهد درخشید. می گسلد زنجیرهای بردگان